سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با قسمت که این دفعه 2 تا زوج جدید آوردیم، آقای علی رفیق و هانیه مهرجو، که این 2 تا الان در واقع اکس هم میگن و با هم دیگه همکارم هستن. خیلی جالبه. یه خلاصه ای از رابطه‌شون و سنشون و اینا بشنویم از خودشون که برسیم به ادامه برنامه. خب سلام شما. سلام، من هانیه‌ام و 24 سالمه. بعد اینکه الان با علی همکاری میکنم دیگه توی ویدیوها. درسته. شما؟ منم که علی رفیق برادر رضا رفیق. کلاً به این اسم میشناسم. داداش رضا رفیق. آره من داداش رضا رفیقم. خب 30 سالمه. شغلم که تصویربرداری و ادیت. میخوام یوتیوب هم شروع کنم. انشالله به زودی. اکس خانم میشه. الان زوج کاری شما؟ الان با هم همکاریم فقط. درسته. یه همکار خوب. با هم ویدیو میسازید، کلیپ میسازید. درست. خب میریم برای بخش اول، بخش حقیقت و شوک. بریم که سوالا رو داشته باشیم. اول فصل. خب چی شد که کات کردید؟ دلیلش چی بوده؟ طوفانی شروع کردیم اون سوالا رو. دلیلش رو نمیشه نگیم. نه. باید بگی. به خاطر یه مسائلی دیگه نتونستیم ما هم یه ارائه بدیم. خب چی بوده اون مسئله؟ مثلا با هم دیگه کنار نیومد. فقط همین؟ آره. فعلا نمیخوام راجع به چیزی بگم. یه سری مشکلات بوده که نشد دیگه ادامه بدیم. نمیخوای بگی مشکلات چی بوده؟ اگه توضیح نگی باید بدید حالا دیگه. بعدا شاید حالا توضیح. خب هر طور که راحتید. اوکی. کدومتون مقصر بود؟ حس و حالتون بعد کات چی بود؟ مقصر که علی مقصر بود. خب کلا اصلا وقت نمیذاشت، همش حواسش به کارش بود. بعد به خاطر همین تصمیم گرفتم که کلا هی بهش گفتم وقت بذار دیگه نذاشت و سرد شدم ازش کم کم. دورم من چی نمیگه. خب شما توضیح بده. خب من همش درگیر کار و تصویر برداری. من از 8 صبح بیارم تا بوق سگ کار میکنم. آره خب در جریانه. خب دیگه حق بدید که من به خاطر مسائل کاری واقعا حواسم بره روی وظیفه‌ای که دارم. روی باید جواب مردم رو بدم دیگه. سر وقت بهشون دیگه‌شون رو بدم. بعد دیگه خودم رو انجام بدم، کارهای خودم رو انجام بدم. یادآوری نمی‌کرد. خیلی شادم خیلی کم. واقعا من سنم شروع بود. نمیشه که اگه یکی بخواد یادآوری کنه که دیگه اون رابطه به نظر منم رابطه نیست. هی من بهش میگفتم که نمیشه. واقعا رابطه نیست دیگه. خب حالا من قبول دارم میتونه این هم باشه، من حواسم نبود. خب سوالتون چی بود؟ چه بعد کات چجوری بود؟ شما بگو علیم. داغون میدونی. داغون بودی؟ خودت کردی خودت هم داغون بودی؟ خب قشنگ نبودی، روزای قشنگی نبود اصلا. حال بدی زیاد کشید. حال بعدی زیاد که تا چند بار؟ یادم نمیاد. یادت نمیاد. شما چی؟ من اولش اذیت شدم. دختر کلا همیشه اول رابطه اذیت میشن دیگه، ولی خب بعدش دوستام هی میومدن میرفتیم شما دیگه یادم رفت. دوستات اومدن کامل فراموش کردی. اذیت نشدی دیگه زیاد. فکر کنم یک کینه گرفته اگه من بمیرم گل نگرفتم در قلم. نه بابا. یه اینجوری هم فکر نمی کنم. اینقدر راحت کات بشی بری با همچین راحت هم نبود، اذیت شدم دیگه. اولش اذیت شدم. گوش نمی کنی. ولی من حتی باهاش با کسی هم بیرون نرفتم. با دوستان نه. با دوستات هم بیرون نرفت. تمام زندگیمون تو خود هانیه. درست. که همش سر کارم. یه هانیه است، یه کار. درست. خب الان که با هم کار میکنید یعنی اصلا یاد رابطتون نمیافتین؟ به هم هیچ حسی دیگه یعنی اصلا ندارین؟ من میگم شما بگو. راست شده. آره؟ خب مگه میشه که حس نداشته باشی؟ مگه میشه که تو روی آدم حساب کرده باشی که این آدم تا تاش کنارته، ولی یه روزی به خاطر یه موضوع یه همچین چیز الکی
آقا سر کار بودم دیگه، دیت خیانت که نکردم. شما چی؟ نه من که الان دیگه حسی ندارم، چون هرچی هم بود دیگه کلا گذاشتم کنار. الان فقط به چشم همکاری دارم. یعنی اصلا یاد گذشتن نمیفتی، چه حسی نمونده؟ چرا؟ خاطرها بالاخره نمیمیرن که، ولی خب دیگه حسی ندارم. حسه نمونده. آره. درست. خب کی اولین بار پیام داد یا زنگ زد برای همکاری به طرف مقابل؟ نه. تو؟ خب چی شد؟ چرا این کاری کردی؟ من میخواستم کارم رو شروع کنم، بعد هرچی فکر کردم دیدم نمیتونم یه آدم قابل اعتمادی پیدا کنم یا یکی که اصلا بخوام جایگزین آنیه بکنم بگم بیا با من کار کنم. خب گفتم که بذار اول به خودش پیشنهاد بدم همکاری بکنیم، شاید دلش خواست واقعا منم به این چیزی که دوست دارم برسم، باش همکار بشم. درست. با هم کار کنم. درست. وقتی که شماره علی رو گوشید دیدی چه حسی داشتی اون لحظه برای بعد کاتی که داشتین؟ یکم دست و پام یخ کرد، یه جوری شدم، ولی خب سعی کردم خودم کنترل کنم، به رو خودم نیارم بعد جواب بدم. درست. خوبه. الان که از هم جدا شدین فکر میکنین که شرایط زندگیتون بهتر شده؟ کی بگم؟ شما بذار اول ایشون بگم بشنم. شما. آره، چون اون موقع احساس تنهایی بیشتری میکردم. علی بودش ولی خب بودنش انگار اصلا نبود. احساس نمیشد. الان دیگه تکلیفم با خودم مشخصه، دیگه دارم زندگیمو جلو میبرم. یعنی بهتر شده شرایط زندگی؟ آره اینجوری میدونم چی کارم چندم با زندگیم دیگه. یعنی نبوده علی خیلی برات. آره. سردرگمی فکر کنم براشون بهتر. شما چی؟ من تنها شدم. تنها شدی. یعنی بهتر نشده بدتر شده شد. برام دیگه فرق نمیکنه بس به زندگی من چی باشه، که یه آدمی که دوستش داشتم کنارم نباشه دیگه برام فرق نمیکنه، اصلا 1000 میلیارد بدهکار باشم کار میکنی میری دیگه، ولی اون چیزی که باید باشه کنارت نیست. قدر ندونه. بعد از اینکه از دست دادی تازه فهمیدی که چه من اصلا اتفاقی به فکر این موضوع نبودم، بخوام از دستش مشکل زیادی باش نداشتم. بیرون میرفتیم یه چیزی مثلا به حواسم به یه چیزایی نبود، اینجوری دلیل نمیشه. خب دخترها روی این چیزا خیلی حساسن و دختر این حرفی من که دختر داری میزنی نیستم، به نظر برای من همین شاید بهونه است که دقیقاً. داری میاری خب به خاطر نظر یه اینکه من دختر دختر. نیستم نتونستم درکش کنم. بعدا اگه الان رابطه متوجه بود میشی؟ الان قدر ولی میدونه. من علی بیشتر درک. قدر اشتباه میکنین آقایون، واقعا اشتباه میکنن. نه واقعا. تا حالا بدهکار نبودن خانم. خب منم میتونم بگم خانم اشتباه. حالا بریم سراغ بحث. خب خب به نظرتون کدوم توی رابطه بیشتر کم گذاشت؟ که توضیح بدم. بالاخره رابطتون یه چیزی رو کم داشته که کات کردید. کدومتون بیشتر کم گذاشتید؟ نظر خودتون چیه؟ چی فکر میکنید؟ تنها کم گذاشتن هانیه اینه که به خاطر همچین دلیلی همه چیزو از دست دادم. تا یه دلیل دیگه هم البته داره. خب یعنی شما فکر کنه هانیه ولی بیشتر این کم دیگه گذاشت؟ این دیگه تیر خلاصش بوده. یعنی نظرت روحانی است که بیشتر آه. کم گذاشت. شما چی؟ من احساس میکنم که من تو رابطه اصلا کم نذاشتم. اتفاقا هر موقع هم تونستم بودم کنارش، هر موقع خواسته بودم کنارش. ولی خب من از صبح تا شب تو خونه بودم، توقع داشتم که حداقل برام وقت بذاره بیرون ببرتم، ولی انقدری که رو کارش تمرکز داشت، برای کارش وقت میذاشت، برای من وقت نمیذاشت. منم خب بالاخره دخترم، یه بار بهش گفتم، 2 بار بهش گفتم. خب یه سوال اهمیتی نداره. دارم. فقط گفتن هانیه مهمه، یعنی گفتن من مهم نیست؟ چرا؟ چی گفتی وقتی مثلا؟ من دارم میگم که خب عزیزم من بدهکارم، تو پول چه میدونم اجاره مغازه، پول چه میدونم چک، پول بدهی، به نظرم اینا همه بهونه است. آدم کسی رو دوست داشته نمیتونه باشه باشه. خب من یا باید وقت برم زندان، خب خب یا باید یه آدم بی‌آبرو باشم که 4 تا چک برگشتی داری و بدهکاری و بدبختی، یا باید انقدر پول در بیاری که تامین بکنی همه. خب یعنی یه وقت نداشتی یه بیرون همین. بری؟ نمیتون. الان تو باور میکنی من 8 صبح میرم سر کار تا 11 شب کل هفته؟ هر روز، حتی جمعه ها.
حتی روزای تعطیل تا صبح عاشورا. بالاخره شرایط نمی‌دونم. زندگی دینه دیگه. شاید واقعا آره شرایط زندگی شده من خیلی من 6 فشرده بار است. در روزم رفتم سر تصویر، ساعت 3 صبح برگشتم، 3 خوابیدم، 8 صبح رفتم سر کارم. تعهد کاری برای من خیلی مهمه. ما تو شرایط آره زندگیش آره خدایا حالا تو شرایط زندگی نیستم، ولی میگم از نظر یه دختر این حرفایی که داری میگی بهونه است. مثلا دارم میگم یعنی تو یک ثانیه هم نمیتونستی اون وسط یه پیامی بدی بگی خب آقا اینا که بوده. ببین حواس پرتیه رو دارم میگم. حواس پرتیه چیه؟ مثلا خانم تولدش بوده، من یهو فهمیدم. دیگه همه سورپرایزش تولدم یعنی کردم. یادت آخه نبوده. تولد چجوری آدم یه تولدش تولد مهمترین دیگه تاریخ بعضی اوقات زندگی میشه. یه شخصه. مهمترین تاریخ زندگی یک شخصه. آره من از کسایی که همه توقع آدم‌ها نداشتم دخترای بذار دروغ واقعا. نگیم. همه آدم ها اینجوری هم که هیچ وقت یادشون نیست خودشون یادآوری میکنه به طرفشون. من اصلا از من به کسایی تو که یادآوری توقع می‌کنم. نداشتم یادشون یادآوری بود می‌کنی. تولدم و ولی یادآوری یادش میکنه. نبود. چرا دروغ داره میگی؟ میگه ازت توقع داشته ولی خب خب چیزی پیش ندیده. نمیومده. منم توقع داشتم که درکم کنه تو اون وضعیت هم. خب علی ببین نگاه کن مثلا دختر تا یه جایی درک میکنه، مثلا یه دفعه 2 دفعه 3 دفعه درک میکنه، دیگه تولد خدایی دیگه واقعا باید یادت میمونه. شنیدی میگن مثلا یکی که کنار سختی اون رو نگه دار. خب من تو سختی بودم دیگه. اسم این کار من توی عشق و حال بودن و چه میدونم گردش با رفقا نبوده که بگی آره تو حواست به رفیقات بوده، حواست به جشن تولد خانم نبوده. نه من نمیتونم قبول کنم اینو. منم واقعا برای که نمی‌تونم همش درکت میکنم. بهونه. اصلا نمیتونم. نه، واقعا من درکش میکنم. خب جنس مخالف میگیره قرار سمیدن. میرسیم به بخش عشق و افشا. خب الان در حال حاضر با کسی توی رابطه هستی؟ شما من بگم با کسی که نیستم، ولی بعد علی صحبت کردم، سر دیت رفتم، ولی خب نتونستم اعتماد کنم. خیلی از برش بزنیم. خب دیگه بالاخره جدا شما شده کار بوده اصلا. کردید دیگه. میتونه آره دیگه. ولی من نمیدونم کسی که دوستش دارم واقعا دوستش دارم و کسی بودم جاش. یعنی نرفتی با شاید دیگه کسی دوست توی نداری. رابطه؟ نه حال نمی‌کنم اصلا دیگهش. درست. خب علی ببین مگه میشه تو یه پارچ عشق داشته باشی همه رو بریزی برای یه نفر، بعد دوباره مثلا پارچ تو پر عشق باشه، اون پارچ عشق رو دیگه خالی کردی به طرف هیچی نمونده بخوای به کسی دیگه ببینی. اگر رفتی برای این بوده که یا اونو فراموش کنی یا عشق و حال کنی. درست. نرفتی پس با کسی توی نه. رابطه؟ درست. چقدر زمان برد که وارد رابطه اکستریم. دیگه بشین؟ چی؟ چقدر زمان برد که وارد رابطه دیگه بشین؟ تو که گفتی من نشدم. غلط. هانیه باید جواب بده. خب بعد یه مدت طولانی تونستم، مثلا یه 7-8 ماه بعد رابطه تونستم که خب اون چقدر تایمش؟ زیاد نبود، در حد مثلا 2-3 روز صحبت کردن و یه بیرون رفتن بود، بعد پشیمون میشدم. آها، من باور درست. نمی‌کنم. خب باور نمی‌کنه. من آدم خوب میشتم. خب تو خیلی بگو من برم فرزاد بده. چی بگم من دارم. خب خودش میدونه چی میگم و الان تو این همکاری که با هم دارید اذیت نمیشید؟ شما بالاخره خب یه سری خاطره ها دارید، با هم تو رابطه بودید، این خاطره ها براتون تداعی میشه، اذیت نمیشید؟ نه، چون رابطه‌م کلا تموم شده، برای من تموم شده است چرا اصلا. استرس داری تکون می‌خوری؟ نه برام تموم شده است، اصلا بهش فکر نمی کنم، یعنی فقط کاریه، هیچ یعنی حسی وجود اصلا فکر نمی کنی؟ نه اصلا. شما خب چی؟ خانم از اول من دوست نداشتی که دیگه فکر کنی. نه اصلا ربطی نداره، من تلاشم واسه رابطم کردم تا یه جایی نشد دیگه کلا کنار گذاشتم. یه خودکار دستت میگیری، چک امضا میکنی، مدرسه میری، مشق مینویسی، 20 میگیری، خودکار تموم میشه نمیندازیش توش. دوستش داری.
ولی من مگه میندازم میشه؟ ولی من میندازمش دور من رفت واقعا دیگه نمیتونستم. استفاده نمیشه. شاید خودکار تو- انقدر دوست داشتم، اونقدر اون خودکار دوست داشتم انگار به دستم میومد. خب به نظرم شاید به خاطر تایپ شخصیتیته، شاید وابسته میشی به خب نه، خیلی چیزا. نگاه شاید هم حقیقت دوستش داره. قشنگه، بذار حقیقت خودکار. قشنگه. خب دیگه مثلا نمیشه که بیای بگی داره مثال واقعا حقیقت اینه که اگه یک نفر رو دوست داشته باشه نمیتونه هیچ کسی جایگزینش خب اون که کنه. 100%، خب ولی دیگه تو داری مثلا مثال مثال میزنه همین رو توضیح میده. اوکی بای. خدا پیش هم تظاهر میکنید که فقط با هم همکاری، یا مثلا واقعا یه حسایی هست، حتی شده حس خیلی کمی هم خب باشه؟ الان که با جواب من مشخص خب یعنی چی؟ هست دیگه. حس داری شما؟ هست که نخواستم که دیگه بیاد کنار من وایسه دیگه. آها، یعنی حس داشتی به خاطر همین خواستی. اصلا حال نکردم اگر مثلا یه موقع خودشم یک نفر دیگه بهش پیشنهاد بده قبول قرار بکنه، خب بذار با خودم قبول کنه. آها. کسی شما دیگه چی؟ رو عجب میشم. شما نه چی؟ من هیچ اصلا حسی؟ حسی ندارم. میشه مگه؟ واقعا؟ نه ندارم. خب حالا من یه سوال جواب تو بپرسم کامنت وسط. قشنگ. از این که الان داره علی بهت میگه که من حس دارم ولی تو هیچ حسی نداری، اذیت نمیشی؟ اذیت که میشم، ولی خب دیگه اون موقعی که من داشتم اذیت میشدم علی به فکر نبود. جالبه مثلا انگار مثلا طرفو سلاخه میکردیم سلاخه تو این چی میکردیم کار کردی؟ همین که آدم کسی رو دوست داشته باشه. چی کار کردم؟ علی چیز زیاد خاصی نبود. چرا به نظر آدم هم که کسی رو دوست داشته باشه یعنی مثلا به بی‌توجهی غیر از کنه این که خیلی مثلا مهمه. یعنی من همش کار میکردم، یه بار جواب مثلا چند بار تولدت یادم نبوده شده چی تو قلبت، یعنی هیچ کار آخه خوب دیگه من برات نمیکردم. کار خوب من که نمیگم که تحقیق کلا گردش همه چی سوال بد داشتی بوده، دیگه. خاطر خوبم داشتیم با هم دیگه، ولی علی اونقدری که به کارش اهمیت میداد وقت میذاشت برای من نمیذاشت. میگم من کلا از صبح تا شب حالا یه خونه چیز جالب منتظر بگم، علی منو انقدر ببره دوست بیرون داشتم ولی که نمیگفت. هیچ کاری نداشتم و همیشه سورپرایزهای قشنگ هانیه رو بکنم، ولی وقتشو نداشتم. خیلی دوست داشتم، پشیمون میشدم اینکه فقط ای خیلی دوست وای داشته خیلی کارا بکنه. چرا یادم نبود فقط که توری بود. مثلا یه جوری سورپرایزش بکنم که هیچ کس نکرده باشه. ولی وقتشو نداشت. هم وقتشو نداشتم هم بدهکار بودم. آها. دوست یعنی داشتن مثلا- که فقط به حرف نیست. شرایط مالیت یعنی منظورت اینه؟ یعنی شرایط مالی من یه جوری بوده که تو نمیدیدی و دوست نداشتی مثلا من درکش همه کنی. چی تو درک میکردم ولی اینو درک نمیکردم، ولی ترک وقت کردم. نمیذاشتی. درک کردم که ترک ولی کردم. ترک کردی. خب ببین تو حرف هم دیگه نرید چون اصلا متوجه نمیشید. باشه. آره خیلی ممنون میشه. آقا من دارم یخ میزنم، این تست دیته سوال توی ما داریم دشمن هم همکاریتون میشیم اینجوری. اجازه بده گوش کن. توی همکاریتون شده بخواین برای اینکه حرص همدیگه رو در بیارین با کس دیگه تیک و تاکی بزنین؟ من غلط میکنم. یعنی نکردی. نه خودمو خراب کردم میگم چیکار بکنم. چرا چی؟ من با همکاری آقا صمیمی میشدم برای اینکه که حرصش حرصش رو در در بیارین. بیاد. حداقل جلوی دوربین نگوزش. خب یه لحظه صبر کن. بعد واکنش تو چی بوده علی؟ تو چیکار خودخوری. هرس میخورد دیگه چیکار میکرد؟ خودخوری؟ خودخوری. میریختید خودت یعنی. چی میگفتم خب؟ میگفت به تو چه؟ وقتی داره رابطم تموم شده دیگه واقعا چی بگم من؟ نمیدونم. تا حالا تو همکاریتون به این فکر کردید که کاش میشد از اول شروع کنید رابطتون رو؟ حالا تو این مدتی که زیاد هم دیگر رو میبینید همکاری دارید میکنید. آره میشد. قلبم میخواست ولی من میگفت نه. یعنی چی توضیح میدی؟ قلبم میخواد عقلم میگه نه، یعنی عقلم داره میگه که اشتباه. چرا؟ و وقتی نمیخوادت تو برو چه میدونم فرش تلاشو زیر پای طرف، وقتی که هیچ اهمیت و جذابیت رو براش نداشته باشی یه قاب کوچولو میگیری میزنی اونجا هر روز نگاش کنی، ولی وقتی میگم فرش طلا ارزش نداشته باشی یه طرف خرابه. با اینکه میدونی نمیخوادت باز خب دیگه حسه بوده دیگه چیکارش کنم؟ یه جوری انگار مثلا آقا تتو شده الان روی هم هستین بدنم، حس انگار. تتو شده روی بدنم، لیزرش هم کنم جاش میمونه.
نه لیزرهای جدید من جاش میرم. خب نه، نه این الان دیگه هم حسه. هست انگار. ها الان هم هست انگار این حسه. چی؟ خب هست دیگه دارم تو مثل آدم دارم میگم. شما چی؟ نه اولا که کلا میگم حسا رفته باشم، اگه خودم میخواستم دیگه خانوادم نمیذاشتن که برگردم باید. فکر کنم بعد از این برنامه دیگه این حسا نه راحت‌تر باشم، یعنی به زندگی عمیق‌تر نگاه کنم. برم بنزمو بخرم. امیدوارم. او ایشالله بخری. ایشالله. پس شما هیچ حسی خب چی کار کردیم که عشقتون به نفرت تبدیل نشد و تونستید که با هم همکاری بکنید؟ اشتباه نیست. چرا؟ عشق به نفرت نفرت تبدیل تبدیل نشد همکاری بکنیم. ببین وقتی دارید با هم آره. همکاری میکنید یعنی از هم نفرت ندارید دیگه. چی کار کردید؟ چجوری؟ خب من که تونستید وقتی اینجوری بشه؟ میدونم که اگر بخوام بهش احساساتمو القا کنم قرار نبشنوم و حالم بد بشه این کارو اصلا نمیکنم. خب چون که میدونم که نه دیگه اصلا بعد یه داستان میگم که هست 100 برابر نه نمیشه. خب تصمیم میگم به کارم برسم، باهاش در کنار کارم به پیشرفتمون فکر کنم، اصلا اونم پیشرفت کنه من که درست. شما چی؟ منم میگم چون همه چی رو کنار گذاشتم کلا روی کار داریم تمرکز میکنیم. بالاخره خاطره هایی بوده ولی خب دیگه با کار یکیش نمیکنیم، نه همه کنار گذاشته شده و کار شروع شده. درست. میرسیم به بخش رازها و ریسک ها. بریم که سوالاشو داشته باشیم. خب اگه یکیتون بخواد با یکی دیگه همکاری کنه و با شما کلا قطع همکاری کنه، واکنش چیه؟ اگر بیاد به من بگه من قانعش میکنم که نکنه، مگر اینکه به من هیچی نگه بره جواب منم نده ببینم با یکی دیگه بازی کنه باش کار نه. خب اگه بیاد بهت بگه چی؟ قانعش میکنم که این کارو نه. قانع اگه نشد؟ قانع نشد قانع نشد دیگه کاری ازش من زوری دوست ندارم. درست. شما؟ اگه علی بیاد بگه همینجوری که به من گفت میخواد با من کار کنه دوست داشته باشه میتونه با یکی دیگه کار کنه، من مشکل نداره. درست. خب حتی مرزهای مشخصی برای همکاریتون گذاشتی؟ اونا چیه؟ نه حتی مرزانه همینجوری روتین داریم میریم خودمون میدونیم چندیم. یعنی هیچ حد و مرزی ندارید. قرار شده فقط کاری باشه دیگه، هیچ چیزی دیگه به جز کار وسط نظرت استرس همینه؟ داری چرا؟ نظرت همینه؟ من آره دیگه خب برای تو یعنی همه چی الان کاریه؟ کاریه. آقا خب یه چی دیگه من دارم میگم خدا بهت میگه جوابش بهت میگه بهش نه. خود تو دیگه خودتو برای جهنم آماده ای دیگه. من تو جهنم اومدم. درست. توی همکاریتون به خاطر گذشته‌ای که داشتین دعوا یا اختلاف پیش اومده براتون، چجوری حلش کردین؟ اینقدر ذهن منو مشغول کردین سوال نمیفهمم. خب بذار ایشون جواب بده، کامل گوش کن. آره میومدن مثلا فالو میکردن یا به هم پیام میدادن، علی میومد میگفت چرا این مثلا پسر تو فالو کرده، چرا بهت پیام میده، بهش گفتم با ما همکاریم دیگه چیزی بینمون نیست ولی متوجه نمیشد. پس مشکل پیش میاره تو همکاریتون. این چیزا هست ولی خب سعی میکنه کنار بیاد. گرگ زیاد. نظر تو چیه حالا علی؟ سنگین گفت. به خدا قسم یارو خودش میگه. خب بگو ما هم بدونیم همش خودش نمیشه که یارو نه تعریف نه کنی. اینو میدونه که من همه چیز رو میفهمم. خب. از نوع حرف زدن، از نوع گفتن، از نوع اینکه یه نفر یه چیزی دیگه بهش بگه میفهمم که داستان چیه. اینقدر حسم مثلا میگه که میدونم یارو بر چی اومده تو رو فالو کرده یا بهت پیام داده. خب آقایون کلا تو این مورد من نمیدونم حس شیشمشونه حس چیه. 300 آره خدایی هم راست میگه، مثلا مهدی هم شده این اتفاق چون جنس بیفته. خودمونو میشناسن. آره انگار که مثلا جنس خودشونو میشناسن، همون جوری که خانوما هم جنس خودشونو میشناسن. بگم میاد این دقیقا همون حرکتی که اون میکنه منم همون حرکت رو میکنم که این کاری که تو ذهنمه اومده برای این داستان میکنم، برای همین میدونم که میخواد چیکار کنه. آها آره دیگه هر کسی از هم جنس خودش آره دیگه. میفهمه چی قراره بشه. چه قراره بشه. پیدا میکنم. خب در چی من میخندی؟ کی اجازه داره من بخندی؟
خب چطور حسادت یا احساسات قدیمیتون رو توی این کاری که الان داریم کنترل میکنین؟ خودخوری. یعنی هی میریزی تو خودت، هر اتفاقی هم بیفته مثلا چاره‌ای به هانیه چی ندارم. بابا نمیگی؟ گفتم که اصلا هیچ چاره‌ای ندارم. نه مثلا خب چرا چاره این نداره؟ خب برای چی ریاکشن نشون بدم نسبت به کسی که هیچ حسی نسبت به من نداره؟ خودم اون کوچیکو خراب کردم دیگه. اون راست. هی میاد هی منو خراب میکنه، من هی هرس بدتر هرس می‌خورم. هی این رگه اینجا گنده تر میشه. یا میزنی یه چیزی رو میشکنی یا میری گاز میدی میزنی تو در دیوار خودت بدبخت. خب شما تو چی؟ من هیچ احساس خاصی چه احساسی میتونم هیچ احساسی واقعا هیچ احساسی یعنی هیچ نه، چون دیگه واقعا هر چی بوده رو ریختم دور. یعنی فقط واقعا کار می‌تونی بگم صرفا اعتراف آره، میکنم فقط که کار. دخترها اگر به یکی هیچ حسی نداشته باشن، اگر طرف جلوشون بمیرم آره واقعا حسی ندارم. آخه دخترها اینجوریان که معمولا تلاش میکنن صبر میکنن، آره تحمل میکنن ولی دیگه حال بریاشونو میکشن آره ولی تموم تمام بشه بشه دیگه دیگه تمام تموم شده رفته. ولی با خب برای تمام پسرا میمونه، برای تو مونده. یا چجوری بگیم مونده؟ دیگه با زبون بیزبونی و با زبونی همه جوره داره میگه. خب یکی از حرفایی که هیچ وقت تو رابطتون به زبون نیاوردید و الان بگید. کدوم رابطه؟ رابطه قبلیتون دیگه، رابطه اینم کاریتون. رابطه کاری. نه کاری نه، احساسی. میخواستم بهش بگم که ببخشید که زیادی سرم شلوغه، ولی اگر الان مثلا پیراید سوار بشم بنز بخرم بازم تو کنارم. اینو می‌خواستی بگی. یعنی تو جایگزینی براش پیدا نخواهم پیدا کرد، چون که همیشه کنار من تو صفحه منه دیگه. منظورش اینه تو بالاترین حتی پایین ترین حتی هم همش باز دوست داشتم که تو باشی. خب شما من دوست داشتم بهش بگم که خیلی شبا حال بدی کشیدم، اذیت شدم، همش هم بعضی موقع واقعا شده بهش هم نیوردم و این باعث شده که الان حس تنفر بگیرم بهش. خیانت بزرگی. یعنی می‌خواستی بگی متنفری ازش؟ آره من درک نمیکنم. یعنی اگر مثلا به قول یارو گفتن این هانیه توی یه وضعیتی بدی باشه، هر روز سر کار باشه، ببینم بشینم کنارش رو ببینم، من درکش میکنم تا آخر عمرم کنارش میمونم. علی خیلی دوستش داره. آره، همه چی رو واقعا. داره تحمل میکنه باز. ولی خب برای هانیه طرف که تموم دوست داشته شده باشی آقا جاده چه میدونم از کوه آهنی هم بالا میری دستت زخم دیگه. برای بخورم. طرف مقابلت وقتی تموم شده تو الان پرپرم بکنی خودتو هیچ آره من فایده دیگه ای چی کار نداره. کنم دیگه داداش. نمیدونم من صحبتی دیگه ندارم. مثلا دیدی وقتی که حرفی یکی تیغ میزنه رو دست تا یه جایی درد میکنه بعدش دیگه درد نمیکنه سیر کل میشی. بدن تو آره. بزنن دیگه مهم. خب هی. افسردگی عجب. میگن مردم با این حرفا میگن. عجب آره چه نمیدونم حالا شما نظرتون رو بگید. من که اصلا صحبتی این ندارم. من صدایی هم نمیدونم که چی الان- بگم واقعا دیگه. بگی. خب تا حالا شده که یه پیامی برای همدیگه بنویسین بعد پاک کنین چون که فکر میکردین که دیگه براش مهم نیستی. همه جوابون داری میشه. آره ولی دیگه وقتی گفتم که علی زمین بره آسمون، آسمون بره زمین، دیگه قرار نیست که چی سر جاش برگرده، سری پاکش کن. خب چی بود اون پیام چی؟ میگم گفتم شاید یکی از پیام این بودش که بیا یه بار دیگه زورمون رو بزنیم ببینیم میتونیم به هم برگردیم، ولی زورمون که یه لحظه به خودم اومدم دیدم زورمون تموم شد. یه زوری نموند. زور تو تموم شده یا زور جفتت؟ زور من تموم شد دیگه. من دیگه چقدر تلاش می‌کنم. شما نه چرا باید به همش پیام بدم؟ اصلا کلا چه دیگه نداره یعنی قشنگ سرش به سر نخورده آخه. انگار نه اتفاقا سرم به سنگ خورده دیگه حسی ندارم. نمیدونم چی بگم والا. خب نمیدونم والا. اگه یه روزی همه چی عوض شد هیچ کی قضاوتتون نکنه دوست دارید دوباره با هم برگردید توی رابطه؟ اول شما بگو. اول شما بگو. نه دیگه دوست ندارم. ولی من میدونی چی دوست دارم؟
دوست دارم خیلی ببخشید هیچ کس هم تو این دنیا نباشه، فقط من باشه. هیچی و بی تو نمیخوام، بگو این بارون نباره، خوابی و بی یعنی دوست داری برگردی؟ آره ریس معلومه دیگه 100%. یه دونه فیلم دیدم که توی یه سفینه فضایی که همه توی یه خواب 90 پسنجرز. اون 2 نفر با هم با خودم میگم شاید کاش این لحظه برای من پیش اومد. اگه دیدین این فیلمو درک میکنید قشنگ علی و الان. خب به رابطه‌ای که داشتین اول چشاتون رو میبندین، از بابا. 1 تا 10 با انگشتاتون نمره میدین. به رابطه‌ای چشاتون رو که داشتم. ببندین. بله آره رابطه احساسی تو بذار زنگ بخونه آره. بچم. بگو رابطه احساسی که داشتی نه چشاتون رو قبل ببندید. اجازه بده بچم خواست. من دارم توضیح میدم. خب به این رابطه احساسی که قبلا داشتین اول چشاتون رو میبندین، از 1 تا 10 نمره میدین. خب من 2 تا جواب دارم. خب ایمی نداره ببند. نمره رو بده بعد آره بعد اولین نمرت رو بده بعد حالا چشاتو باز کن بعد اینکه حالا چیز شد. خب الان مجهوله برای من. چی مجهوله برای از دید خودم بگم یا نه. رابطه‌ای که کلا رابطه دید خودتو بگو از دید دیگه. خودت خودت دید دیگه. خودم. خب چشاتون رو ببندید. انگشت نشون بدید. خب بیارید پایین. بندازین. خب علی فکر می‌کنی چند داد بهت؟ 3. خب شما فکر می‌کنی چند داد؟ 8. واقعا انتظار بالا امتیاز دادن داری یا یعنی اینجوری شده؟ میدونی که دوستت هم داره یعنی فکر قشنگ کردی 3؟ آره. چرا؟ این داره هی میگه دوست ندارم، هی میگه دورامو میزنم اشغالم کنم فکرتم میکنم. خب چرا 3 در نظر گرفتی این فکر رو میکنی؟ پایین تر در نظر نگرفتی؟ دوست ندارم پایین تر از 3 ببینمش. 4 داد 4 بهت داد به درسته؟ تانیه. علی هم به 10 داد. یعنی به کامل کرد. رابطه 10 داد. آخه همین یه چیز قشنگ بود. این 4 هم فقط به خاطر رابطه الان- خاطرات خوبی که با هم داشتین دادم. اصلا نباشی واقعا. دست شما در نکنه. مرسی خیلی واقعا. ممنونم. من خوب همین کنار میاد و آره واقعا هر کسی اینو بگم واقعا. آدمی که 30 سالش بشه خیلی چیزا براش عادیه. اگه خب نه من 32 سالم اگر من الان جای تو بودم واقعا عصبی میشم اصلا نمیتونستم ادامه بدم. اینو نمیگم آتیشتو تند کنم و یعنی آفرین به صبرت، فقط همینو میگم خیلی صبر داری. خب بریم حالا سراغ سوال بعدی. بلش کنیم. چشاتون رو دوباره ببندید. واقعا؟ بله همکاری که دارید الان آره الان همکاری یعنی رابطه احساسی نه از 1 تا 10 چند میدید؟ نشون بدید. باز کنید. همونجوری باز کن. یعنی همکاریه بهتر از رابطه خب اصلا. چرا همکاری رو 10 میدی بعد آخه رابطه؟ رابطه با هم کاری ای نداریم. دیگه. آره کاری با هم نداریم که مثلا مخله هم بشیم هم اذیت کنیم که خب تو که میگی باز دعوای پیش میاد درگیریه پیش خب میاد اون ولی دیگه من راحت‌تر باش سریع کنار خاموش میام می‌کنی. چون میدونم که چیزی بینمون نیست، میتونم بهش توضیح بدم بگم دیگه چیزی بینمون نیست. ولی خب اون موقع تکلیفم هنوز به خودم روشن نبود که چندم. ولی شما چرا؟ ده چون که اول کنار یکی دیگه میمونی. اوه چه جوابی. سنگین میشنم میدین آخه چیش برای من جالبه خیلی سنگین تو اول جواب. جوابشو میشنوی باز جواب تو این تو چیزی که تو ذهن دلت منه شیرین تر از این چیزی که اون میشنه اون داره میگه. هر چقدر تلخ باشه. تو خیلی عاشقی والا تو میخندی، تو باید گریه کنی. چرا من گریه کنم؟ من گریه هامو باید گریه کردم. کنی. من گریه نمی کنم. من گریه هامو کردم. من مردم گریه نمی کنم. بریم سراغ بخش بعدی. میریم بخش جرأت و حقیقت. این سری یه ذره ته برنامه‌مون فرق داره. بخش جرأت حقیقت داریم و قراره که به سوالام جواب بدن یا اون کاری که میگیم رو انجام بدن. بریم برای جرأت و حقیقت.
جرأت داری قسم بخوری بهش بگی دیگه هیچ حسی بهش نداری؟ شما میتونی اینو قسم بخوری تو چشاش نگاه کنی قسم بخوری بگی هیچ حسی بهش 100% هانیه بله، با این میتونم. قیافه‌ای که داری نگاه میتونی؟ کن. بله. خب بگو بگو. به خدا قسم که دیگه هیچ حسی بینمون نیست و تو دلم ندارم. لعنت به اینش، لعنت به یادش. خب علی تو میتونی؟ نه تو یعنی حسو داری؟ نمیتونم دیگه، دروغ میگم اگه بگم. خب میگم یعنی این حسو داری دیگه یعنی هنوز حس داری دیگه دوباره نمی‌تونی میگم. قسم بابا الان دارم جار میزنم دو دارم میگم. خب راست میگم چرا دیگه توی چشاش نگاه کن، حسی که بهش داری رو با یه آهنگ براش بخون و توصیف کن. دهنم خوش شد. خب بگو. خب ببین علی به علی این کارو کنه شما نکن چون گیر میدن. واقعیت میگم گیر میدن. فکر کنم خانم بخونه گیر بدن. نه من بخونم. تو بخون. روتون رو من کنید. مثلا نمونه بخون. آره بخونید جفتتون. اول تو بخون. اول علی تو هم یه تنفری چیزی پیدا کن. متنفرم. حالا برو بی معرفت متنفرم. خب بریم. برم. یه دو سور. بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بنبسته، دیدی قلب سنگید از هیچی نمیترسه. بی احساس خیلی هم خوب خوندی. صداش قشنگ بود، دوست داشتم. کلا همه چیش دوست داشتن داره داد آره. میزنه. میگم آهنگاش. شما چی؟ من نمیشه نخونم. قشنگ خب یه می‌خونی. مگه داره شعر برام بگو. یه می‌خونی، چیزی بخون. بگو که مثلا برو مثلا بگو برو به جهنم به قهقرا بریم. چه خوب هیچ اهمیتی نداره. خب دیگه آخه عجیبه. نکن بعد از اینکه یه چیز قشنگی رو از دست میدی دیگه هیچی مهم نیست دیگه، اصلا دنیا بسوزه، اصلا دنیا نابود یعنی میشه. تو از قضاوت هم نمیترسی؟ نه. الان قضاوت چی؟ من از هیچ چی تو این دنیا نمیترسیدم Only God به جز اینکه can ازش judge بدم me. و دیگه ترس هیچ چیزی ندارم. ازش دادم دیگه. نه بخون آهنگ بخون عزیزم. منم عکساشو پاره کردم ناماشو. من واقعا خندام عصبیه. واقعا دیگه نمیدونم چیکار من خندام واقعا عصبیه. دارم خط میدم. خب ناراحت نباشید، من ناراحت نیستم، شما چرا ناراحت؟ چی بگم؟ آخه دیگه اینجوریه، شخصیتش اینجوریه، کسی حق نداره بهش چیزی بگه. اوه حیرتی هم میشه. بله. خب عکسی دارید تو گوشیتون از رابطتون که براتون یه خاطره یا یه حس و حالی رو زنده کنه؟ یا. تو داری؟ شما؟ نه من هیچی ندارم، هیچ عکسی همه چی رو پاک کردی؟ چون میخواستم راحت تر باش کنار بیام دیگه، نمیخواستم چیزی باشه که یادم بندازه. شما داری؟ آره. خب میشه ببینیم؟ تا علی نشون میده مرحله واقعا اول داری؟ خب فقط یه چی باشه که فراموشی بتونیم دخترها نشون بدیم. پاک کردن عکس‌ها و خاطرات و اینا. بریم یه دخترها مال الان تو این من نمیدونم شما بگید. چی میخواستی بگی؟ من نمیدونم شما بگید. اینه. میشه خودم هم ببینم؟ چه عکس قشنگیه ولی. آره. خب اینجا خب حس چی حالت بوده چی داستانش بوده؟ اصلا؟ اینجا بدونی که به من بگه اومد سر پروژه کاری من سورپرایز کرد با همکارام تولد. از دوست اصلا داشتی؟ یه روز قشنگی بوده. خب پس قطعا اون موقع بهت خیلی حس داشته که همچین کاری او کرده هم پرواز. و ببین چه اتفاقاتی افتاده. حالا نمیگم 100% هم تو مقصری ها، ولی شاید عوامل بیرونی خیلی بیشتر تاثیرگذار بوده، ولی ببین چی شده که به اینجا رسیده دیگه. مثلا من کسی معتقدم که همه آدم ها بی‌احساسن. نه همه آدم بی احساس نیست. من اینجوری میگم حالا پس چجوری خودت نه، یه احساس میشه. داری؟ حالا خودت که خیلی همه آدم ها منظورم اینه که خب همه هر کی رو دیدم همینجوری بود.
دختر داری میگی یا پسر رو داری؟ همه هر رو؟ رابطه ای رو هر رابطه‌ای که میبینی بی احساسه. شاید جلوی یارو براش میمیره ولی کنار من بذار تو کار میکنم. عاقلان دانند. خب نمیدونم. بریم بعدی. میریم برای بخش مجازات. برای ما اصلا اهمیتی نداره که این کارا رو انجام دادن یا ندادن. ما مجازات رو در هر صورتی داریم. ما مجازات میکنیم. ما همه رو مجازات میکنیم. برای ما هیچ فرقی نداره. خب من دیگه بازم لهم بود. دیگه هیچی یه درد کنی دوست دارید بکنید. خب ولی تغییرم نکنید. نه بابا نه اصلا مردم برای مردمه. اصلا ما نه کسی بابا. نیستیم که بخوایم کسی دیگه رو مردم. تعیین فقط کنیم. خداوند جسارت میتونه قضاوت کنه. خب حواستون باشه. ببین گوشیتون در بیارید یه پیام برای هم تایپ کنید این چه قضیه؟ که حستون رو به هم نشون میده جفتتون، ولی به هم نشون ندید الان. به خودش پیام بده. علی این بر بگیر نبینه. نه به کی پیام بده؟ اصلا به خودش پیام بده. آره، بفرست پیام. براش. من براش براش اون بخونه میدونم. آره بفرست بخونه. منم بفرست بفرستم. علی هم بخونه. آقا ما رو فوش ندیدا، خودشون دوست داشتن اومدن. والا گردن ما نیست. ما نه قضاوت میکنیم آره. ما فقط اینجا یه برنامه‌ای ضبط میکنیم، حالا دوست داریم که شما دوست داشته باشید. نوشتین؟ ولی نظراتتون رو بگید راجع به رابطه‌تون. خب اول هانیه بخون. هانیه بعد علی پیامی که بخونه. فرستاده بخون. نوشته که انقدر دوستت دارم که زندگی پس از مرگم هم میخوام با تو باشم. انقدر دوست دارم که وقتی دستاتو میگیرم فکر اینم که چجوری چه جمله خدایی. واقعا علی داره یه حس منو در میاره. آره دوست دارم منم واقعا جفا برم تو کلیات. علی کلیان گناه داره. دیگه حالا تو بخون ولش هانیه کن چی بخون علی. به عنوان همکار آدم خوبی هستی ولی به عنوان پارتنر دیگه اصلا نمیتونم بهت حسی داشته باشم. میدونم. زبونم لال شده دیگه نمیدونم واقعا چی بگم. فقط یه خواهشی ازش دارم. خیلی مراقب خودش باشه. الان گریم میگیره. آقا خیلی اصلا احساسی شد جدی میگم من. مراقب کنم. ولی علی هرسم گرفته ازت در کل. دستت نگیر. آقا نظراتتون رو بگید. یه اجازه بدید لایک من کنید. گریه‌امو جمع کنم. نه گریه اصلا می‌کنه. کات کنید. یه نکن. یه اجازه بدید. واقعا داری گریه میکنم. دل سنگ. نظراتتون رو بگید. من چرا گریه کنم؟ بعدش کنیم خب چیکار کنم بایستی مردم گریه کنم. چرا واقعا داری گریه میکنی؟ بچه‌ها خب نظراتتون رو بگید تو کامنت ها. دوست داشتید لایک بکنید. ما کاری نبودیم، ما فقط آوردیم دوست داشتن خودشون بیان